سلام بچه‌ها، طبق قولی که بهتون داده بودم در واقع ضبط آموزش ویدیوهای زبان آلمانی رو شروع کردیم. امروز با اولین درس سطح A1 درس رو شروع میکنیم. چون که در واقع این اولین سطح زبان آلمانیه و ما فرض رو بر این میگیریم که بعضی از شماها هنوز هیچی زبان آلمانی نمیدونید. ما چند جلسه اول و فارسی آلمانی میریم جلو تا بچه‌ها یکم راه بیفتن و بعد شروع میکنیم کلاس رو با آلمانی برگزار کردن. این یه نکته دیگه این که بچه‌ها خیلی مهمه که اینو مد نظر داشته باشید. کلاس‌های ما نه شبیه کلاس‌های آموزشگاهه نه شبیه کلاس‌های خصوصیه. در واقع انگار شبیه کلاس‌های خودخوانیه که یکی کنارتون هست و یه سری نکات رو بهتون میگه. کتابی که من براتون انتخاب کردم شقیت پلوس نوی A1 هست که در واقع اسمش شماره 1شه. حالا A1 رو ما الان داریم میریم جلو. قبل از اینکه درس رو شروع کنیم من یه سری اطلاعات خیلی کلی که مهمه بدونین راجع به کتاب بهتون میدم. بچه‌ها من این کتاب رو انتخاب کردم اگرچه هر کی با یک کتاب میره جلو، ولی اصلش اینجوریه که تمام کتاب‌های زبان آلمانی مثلا سطح A1 یه سری موارد رو آموزش میدن. حالا یه کتابی بهتر آموزش میده، یه کتابی مثلا فهمش شاید برای بعضی سخت‌تر باشه. من طبق تجربه‌ای که داشتم این کتاب رو انتخاب کردم چون به نظرم برای کسایی که خودخوان در کنار یه سری ویدیو آموزشی میخوان برن جلو خیلی خوب توضیح داده و خیلی تمرینای خوبی داره. ولی چون ما باید قوانین کپی رایت رو رعایت کنیم من این کتاب به شما معرفی میکنم، شما تهیهش کنین، حالا یا پی دی افش یا نسخه چاپیشو. ما درس رو از روی کتاب نمیتونیم بدیم، ولی من تمام نکات مهم هر درس رو یه پرزنتیشن کردم که بهتون ارائه میدم. پرزنتیشن رو یاد بگیرین چیزی از اون درس باقی نمیمونه که شما ندونید. بعد دیگه خودتون میتونین از اون کتاب دونه دونه تمریناشو حل کنین، فیلماشو ببینین، وایس رو گوش بدین تا انشالله بتونین اون درس رو خیلی عالی یاد بگیرین. پس در واقع این کتابیه که شما باید زحمت بکشین تهیه کنین. بعد بچه‌ها خیلی خوب میشه اگه شما کانال تلگرام منو فالو داشته باشین، اونجا چیزای مهم رو براتون میذارم. خب بچه‌ها همونجوری که میبینین صفحه اول کتاب اومده در واقع این کتاب درسی تونه. حالا در ادامه کتاب تمرینم بهتون معرفی میکنم. این اومده دونه دونه درس‌ها رو گفته. مثلا درس اول هست گوتن تگ mein Name ist. بعد همونجوری که میبینین یه سری بخش داره A, B, C, D, E و در ادامه لغات مهم و گرامر مهم اون درس تا درس 7. این یه مرور کوچولو است. این کتاب همونجوری که صفحه قبل دیدیم هر درسش از یه سری بخشا تشکیل شده دیگه A, B, C, D, E. خب الان اینجا نوشته به eins ordnen Sie zu. این به یکی که اینجا نوشته برای چیه؟ انتهای کتاب کاره. خب اگه شما اینو تو کتاب درسیتون انجام دادین باید برین تمرین به یک رو تو کتاب کار انجام بدین. کل کتاب این مسئله در واقع صدق میکنه. مثلا آیه رو انجام دادین بعد برین تمرینای آیه رو انجام بدین. اینم یه نکته کوچیکی که دوست داشتم بهش اشاره کنم. اما اسپوف به چه صورته؟ اینجوریه که دقیقاً تمرینای مرتبط با همون درس رو داره. اینجا صفحه آروایسپوفمونه که همونجوری که میبینین دوباره از آ تا ای داره. همون درس ها رو اینجا تمریناش رو گذاشته. بچه ها خیلی خوبه که درس رو با تمرین، اصلا تمریناش توش پر نکاتیه که فهم رو بهتر میکنه، در واقع با تکرار درس رو براتون جا میندازه. پایین سمت راست اگه دقت کنین لرنورد چتس داریم. بچه‌ها انتهای کتاب کار لغات هر درس رو نوشته با مثال. اینم خیلی خوبه که مثلا هر تیکه از درس رو بخونین برین لغاتش هم ببینین. من برای نمونه مثلا لغات درس آ رو براتون آوردم. همونجوری که میبینین مثلا بشبیل انزن دستبیل. بعد برای هر کلمه یاور یه دونه مثالم زده. zum Beispiel ansehen sehen Sie die Fotos an.
این کتاب یه اپلیکیشن داره به نام هووا مدیا. من براتون گذاشتم شماره 1 هووا مدیا. این اپلیکیشن رو شما زحمت بکشین دانلود کنید. هم اندروید هم آیفون میتونن دانلودش کنن. اونجایی که زدم شماره 2 قسمت پایین میبینید فلش زدم گوشا. حالا اگه زبان موبایلتون در واقع یا دیوایستون انگلیسیه اینجا بوکسه. میایین بوکس رو روش کلیک میکنید. بعد 3 میبینید فلش زدم بوخونس هینسوفوگن یعنی اد بوک. اینجا میایین کتابی که دارین میخواین بخونی رو اد میکنید. مثلا شبت پلوس نوی آیز آیز آیز. حالا این اپلیکیشن چی داره؟ برای هر بخش وایس و تصویرها رو به شما نشون میده و شما میتونید به راحتی ازش استفاده کنید. خب اگه موافق باشین ما میریم که درسمون رو شروع کنیم. Guten Tag, mein Name ist Zeynep Ahui. Wie heißen Sie? Mein Name ist Mehraban Ahui. Ich bin Mehraban Ahui. Oder ich heiße Mehraban Ahui. بچه جمله اول چی میگه؟ میگه روز بخیر، اسم من زینب آهوییه. اسم تو چیه؟ ما در جواب این سوال به 3 روش میتونیم جواب بدیم. Einmal können wir sagen, mein Name ist Mehraban Ahui. Oder ich bin Mehraban Ahui. Oder ich heiße Mehraban Ahui. پس 3 تا جواب داریم که 3 تاش هم یکسانه ولی به فرمت‌های مختلف. تو قسمت پایین همینو به صورت دوستانه یا غیر رسمی داریم. Guten Tag, mein Name ist Zeynep. Wie heißt du? Mein Name ist Mehraban. Ich bin Mehraban. Oder ich heiße Mehraban. بچه‌ها فرق قسمت بالا با قسمت پایین چیه؟ قسمت بالا در واقع داره به صورت رسمی و مؤدبانه میپرسه، نه اینکه پایین بی‌ادبانه باشه ها. مثلا یه دانشجو با یه استاد یا مثلا شما به بانک مراجعه میکنید از طرفتون یا اون طرف میخواد از شما بپرسه. این میشه حالت رسمی و وقتی حالت رسمی میپرسیم ما هم نام خانوادگی رو در جواب میدیم. قسمت پایین مثلا 2 تا دوست، 2 تا همکلاسی وقتی با هم صحبت میکنن دیگه رسمی صحبت نمیکنن که مثلا میگه سلام من اسمم زینبه، اسم تو چیه؟ و دوباره به 3 مدل میتونیم جواب بدیم ولی فقط اسم کوچیکو میگیم. صفحه بعد بچه‌ها دوباره اومده همونو به جایی که بپرسه بی هایسنزی میگه ورزیدزی. همونه سوال، یعنی در واقع اونجا میگه اسم شما چیه، اینجا میگه شما کی هستی. جفتش یه مفهوم داره و جوابمون دوباره به همون صورته. من نام نیست مهربان آهویی ایشکی مهربان آهویی ایش هست مهربان. و برای جواب به 22 دقیقا مثل بی هستوه جواب. صفحه بعدی دقیقا تغییری که داره به جای بی هایسنزی و بی هایستو یا ورزینزی و وربیستو داریم اون ویست ihr Name oder wie ist dein Name. پس بچه اینا فرمت های مختلفه. من همه رو براتون گذاشتم. صفحه اومدن یه خلاصه گذاشتم. einmal haben wir formel einmal haben wir informel. بهتون گفتم چه زمان از فرمل استفاده میکنیم چه زمان از این فرمل و اینجا دسته بندیشو گذاشتم. Zum Beispiel wir heißen Sie, wer sind Sie oder wie ist Ihr Name. Dann haben wir für informel wie heißt du, wer bist du oder wie ist dein. اینه که بگیم اهل کجایی یا از طرفمون بپرسیم. اینو اینجوری میپرسیم. Ich komme aus Deutschland und woher kommen Sie? Und die richtige Antwort ist ich komme aus dem Iran. حالت دوم حالت اینفورمله. Ich komme aus Deutschland und woher kommst du? Ich komme aus dem Iran. بچه ها بعضی کشورها هستن مثل ایران، مثل ترکیه و چند تا دیگه که تو کتابتون نوشته با آرتیکل ما میاره بشون. Normalerweise sagen wir Deutschland. ولی بعضی کشورها مثل ایران، ترکیه und weitere Beispiele benutzen wir Artikel. بچه‌ها تصور کنید 3 نفر وایسادیم، مثلا من و دوستم وایسادیم و دوستم از من میپرسه اون کیه. این سوال رو اینجوری میپرسیم. Wer ist das? Und die richtige Antwort
ist das ist مهربان و اگه شما نمیدونید اون شخص کیه میگید ich weiß es nicht. Oder wir können das auch für formelle Form auch benutzen. Wer ist das? Das ist Frau Ahui. Oder ich weiß es nicht. خب بچه‌ها صفحه بعدی ما راجع به اینکه چه زبان‌هایی صحبت می‌کنیم سوال و جواب داریم. Was sprechen Sie? Zum Beispiel ich spreche Deutsch, Englisch, Persisch und ein bisschen Türkisch. این حالت رسمیش بود یا مؤدبانش حالت دوستانه و اینفورملش هست. Was sprichst du? Ich spreche Persisch, Englisch, Deutsch und ein bisschen Deutsch. Ein bisschen ترکیش یعنی یه کوچولو، یه ذره. Dann haben wir zum Beispiel ich sage ich heiße زینب آهویی. شما متوجه نمیشین من چی میگم یا نمیتونین درست بنویسینش. پس در این حالت میگین wie bitte? Buchstabieren Sie bitte oder Entschuldigung, wie ist Ihr Name? در واقع wie bitte یعنی ببخشید میشه اسپلش کنین و جمله بعدی میشه ببخشید اسمتون چیه؟ وقتی که شما متوجه نمیشین از طرفتون میخواین که در واقع اسمش رو اسپل کنه. Wie bitte? Buchstabieren Sie bitte oder Entschuldigung, wie ist Ihr Name? صفحه بعدی در واقع سلام روز بخیر و خداحافظی رو داریم. Einmal haben wir guten Morgen, guten Tag, guten Abend und guten Nacht. که در طول روز مثلا تا 11 صبح معمولا صبح بخیر میگن، تا 6 بعد از ظهر guten Tag میگن، از 6 تا آخر شب guten Abend میگن. guten Nacht رو که میگن وقتی که طرف داره میره بخوابه و شب بخیر میگن. Hier haben wir das Alphabet. بچه‌ها من یه دور براتون میخونم ولی همون اپلیکیشنی که بهتون گفتم اگر دانلود کنید و کتاب اد کنید و به صفحه‌ای که توش الف با رو گذاشته مراجعه کنید اونجا میتونین چندین بار دیگه گوش بدید. ولی من الان محض احتیاط یه دور براتون میخونم. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A Umlaut O Umlaut Ü Umlaut S توی این صفحه ما یه سری در واقع اطلاعات اولیه برای اینی که مثلا بخوایم یه فرمی رو پر کنیم یا یه کارت ویزیتی رو بتونیم درست بخونیم داریم. Wir haben Vorname, zum Beispiel Zeynep. Nachname oder Familienname Ahui. Straße und Hausnummer Safarstraße 2. Postleitzahl Stadt. خب بچه‌ها من این کد پستی رو یادم رفته قبل تهران بنویسم. Postleitzahl میشه کد پستی که من ابکورسون در واقع خلاصش رو داشتم بالاش نوشتم. Und Land Iran. مثلا اگه شما بخواید آدرستون رو بگین اینجوری میشه Safarstraße 2 98745 تهران. فرمت آدرس. الان تمام نکات مهم درس اول به شما گفته شده. اگه درس منو گوش بدید کتاب و کلش رو کورس بوک و آربایت بوک رو بخونید شما الان رسما درس 1 رو تموم کردید. بچه‌ها حالا هر سوالی دارین هم میتونید برام کامنت بذارید هم تو چنل تلگرام هم ازم بپرسید. تا جلسه بعدی خدا نگهدار.